در کابل آمدیم تا چهارراهی زیبای گل سرخ شهر کابل دیدن داشته باشیم و چهارراهی گل سرخ در تصویر ببینیم. سلو باید پیش بریم دوستان عزیز. میبینیم که همه جا سبز هم شده، بسیار خوب هم شده، در مقبول شده. یعنی منظورم یکی از سالارهای زیبا و مقبول شهر کابل هست. لیمو میفروشند دوستان عزیز در کراچی زیر باران. برای دوستان عزیز این وقت قدم زدن و وقت لذت بردن از طبیعت است. شما این طرف خانه ها را ببینید دوستان عزیز، خانه های زیبا و مقبول شهر کابل. سلام و درود مسار شما خوبان و عزیزان. انشالله که خوب و صحتمند و سرحال باشین و زندگیتان هم به خوبی، خوشی و آرامی سپری شود. دوستان نهایت گرامی و عزیز، کابل بارانی هست و اما که بیامان میبارد. دوستان نهایت گرامی و عزیز، در این روز بارانی در کابل آمدیم تا چهارراهی زیبای گل سرخ شهر کابل دیدن داشته باشیم و چهارراهی گل سرخ در تصویر ببینیم. سلو باید پیش بریم دوستان عزیز. میبینیم که همه جا سبز هم شده، بسیار خوب هم شده، در مقبول شده. یعنی منظورم این سبزه ها هم برآمده و مکتب مستقبل نوین هم میبینید در تصویر. همه جای بسیار زیبا و همونطور خاص. کابل هم دیگه باران میباره بسیار هم که نرمه. شوزیات برید دوستان عزیز، واقعا سیلام آمد، زلزله هم شد، بسیار دیگه هم تو گروت کرد همه گیره. حالا هم دوستان عزیز کاربارا به صورت عادی هنوز جریان نداره، خصوصا به دست فروشا و کسایی که در این سرک کار میکنن. باشه که باران خلاص شود تا کاربار از اونا دوباره رونق بگیره. این طرف دوستان این سنگمنگا را که میبینین میاره کل شهاب آورده. یعنی ببینید دوستان نزم یالا این تو میباره سلو گفته از مو لوکیشن یا مو گوگل مپ لایت رین از دوستان عزیز یا باران ضعیف. از طرف دوستان عزیز تالار تاج شاهی را در تصویر بیننده هستیم. یکی از تالارهای زیبا و مقبول شهر کابل هست. بسیار یک تالارک انتیک دوستان عزیز. دوستان عزیز بعض کارخانه های تولیدی هستند، کارخانه های نکل و پرایوسی و مثلا از این شیشه ها و از این چیزا.
لیمو میفروشن دوستان عزیز در کراچی زیر باران. برای دوستان عزیز این وقت قدم زدن و وقت لذت بردن از طبیعت است. شما این طرف خانه ها رو ببینید دوستان عزیز، خانه های زیبا و مقبول شهر کابل. فرنیچر ها هست و همه چیز دیگه. کسایی دوستان عزیز به این وقت موتورسیکل دارن یا باسکل موام سخت است که در این باران از چیزهای خود استفاده کنن. طرف فرش فروشی هست، کار از اونها میگه دوستان عزیز یک ذره یک تعطیل هست. طرف ببینید دوستان عزیز چقدر خوبش سبزه ها را شکل دادن. ببینید شما بالا پایین بالا پایین بالا پایین واقعا زیبا شده. شفاخانه الحیات رو میبینید دوستان عزیز و انصار دروازه، ساخت دروازه های مستحکم فولادی و غیر فولادی در این بخش شفاخانه الحیات. حالا عروسی گل سرخ و دوستان عزیز ما بارها در ویدیوهای خود گفتیم که نام از این چهارراهی از این گل سرخ گرفته شده، چون که نام اصلی چهارراهی بست است، چون همینجا هتل گل سرخ هست. همه مردم این چهارراهی را به نام این چهارراهی یاد میکنند. خانه مسئولین ریاست صحت کابل هم هستن دوستان عزیز و به کار خود مشغول. خوب دوستان نهایت گرامی و عزیز، انشاءالله که از ویدیو خوشتان آمده باشد، ویدیو لذت برده باشین. ویدیو را لایک کرده در کانال هم سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی همگیتان به الله متعال می سپارم. روز روزگار خوب و خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همگیتان.